سلام علیکم استاد و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. استاد یک سوال بود برای انا علی میگن که خداوند بخشنده ها را دوست می‌دارد. انا ایما یک آدم بگیم با جرم ظلمی هم بگیم میشد، چون که باید ماشین زدگی بود، باید راست میکرد. انا از گفته است که راست نمیکردم، یادی جوش ماندگی تقریبا 50,000 روبل ارسی میشد. انا همو اگر که ما بخشم خوبه یا که نبخشم روز آخرت دمانه و ما گفتم که انا روز آخرت گفتم که الله سم سودید وای راضی شد همین انا همین گفتم اگر که بخشم اجرش مد زیاد میشه یا که انا نبخشم آخرت دمانه. من گفتم گناه از آن او بودنش، خطا از جانب او بودنش این چیزی اثبات شدگی هست. ها وای ماشین از زدگی های ما ماشین دادگیم انا ماشین زد ما این طرف رسید داد مم. انا ماشین که زد راست کرد ماشین نیم شه راست کرد بگم یاد جایگاش مونده بود و شب کتاب کردم خودم همین علاوه تو و همین چیا دیدم امو چیا بگیم انا مو چه که در کاری چند سوم میشه تقریبا این بته 50,000 بلا میشه وای بی 90 تای خیل بگیم انا از گفته است که بعد اول دا گفت که میکنم گفت انا گفت کم تر وقت گذشت مم. بعد پس ما گفت که نمیکنم چیکار میکنی بکن نمیکنم. سببی نمیکردگیش چی بود انا هوا است؟ گفتم که اگر که ما وای بخشم سببش که ما کردم همین کارم مثلا راست کردم ایجاش مثلا ما زیاد کردم همون جایی که زدگی ما زیاد کردگیم نکی و یگون چی کردگی نیست زیاد کردگی نیست خیر. این جایی این که ماشین مسئله زدگی پاپیزیت شدگی همون جایی برادر، که این همون در وقت مسئله زدن در چی شدگی انا فهمو. مسئله که بین دو کس شدگی اینه یک کس یعنی که یک آدم علمدار باید حکم نکند بین دو کس تا هر دوش نباشد این یک. بنابراین من پرسیدم که انیق شدگی گفتید ها، بعد با میگوید که نه من حقم کردم، یعنی آن چیزی که بر ذمه من حتمی بود من کردم گفته سون آدم. به هر حال و صلح خیرون، الله تعالی میگوید که صلح خوب است. یعنی صلح اینکه شما از حقتان میفروید و هم کمتر از حقش میفروید، کمتر گذشت میکنید و اگر بخشید و ان تصدقوا، یعنی که مثلا قرضدار باشد و شما گذارید، خیر لکم، و برای شما خیر است. و هر حال بخشید خوب است، الله تعالی بخشنده ها را دوست می‌دارد. الله اعلم.